بسم الله الرحمن الرحیم. و جاء اخوة یوسف، میگه باز آل دیگه برادرای یوسف علیه السلام اومدن، فدخلوا علیه، آمدن پیش یوسف علیه السلام. آل دیگه سالهای خوشسالی شروع شد. مردم مصر خب مجبور بودن که گندم چیز کنن، بالاخره حتی از قریه‌هایی که از فلسطین که اونا بودن و هم خوشسالی هست برشان گفتن که در مصر برای هر نفر یک پیمانه، او وقت پیمانه یک چیز بار شتر، یوسف علیه السلام برشان چی میته؟ گندم میته. آل این مردم آمدن که در مصر این تو یک کمک میشه. آل برادرای یوسف علیه السلام آمدن پیش یوسف میان. و جا اخوت یوسف، آمدن برادران یوسف، فدخلوا علیه، پیش یوسف علیه السلام داخل شدن بالای وی. فعرفهم، یوسف علیه السلام کلی بیادرای خود شناخت، اگرچه پیر شدن و ضعیف شدن و سنایشان کلان شدن. و هم له منکرون، و ایشان یوسف علیه السلام نمیشناختن. منکر چی را میگن؟ ناشناخته هست. در قبر هم کس میگه دو ملائکه میگه، یکی منکر است دیگهش نکیر. منکر و نکیر که میگن نه، این الوا به خاطر چهرهایشان چهرهایی است که ما شما هیچ ایران میمونه که این کیست که آمد در قبر من. میگه شما مطمئن باشین در قبر دو نفر میگه که یکی منکر نام داره دیگهش نکیر نام داره، یا باز پیش شما میاین و شما را میگن که رب تو کی بود؟ ربت کی بود خلق کنندید؟ روزی دهندید؟ شفا دهندید؟ ها؟ کی بود؟ این سوالا رو میکنه. ما دینو که دینو چی؟ اینه. آل منکرون که هستی میگه یا و هم منکرون، یعنی چه؟ ناشناخته، یعنی اونا او را نمیشناختن. ولما جهزهم به جهاز، هنگامی که جهزهم مهیا کرد بر از اینا، به جهاز، به امو سامان ها و جهز که حال جهز میگن نه، امو جهزشان وقتی که برشان داد، یا امو غذا یا امو گندم که برشان داد، قال، گفت برشان ایتونی به اخی لکم، شما دیگه برادر نداشتین؟ اونا گفتن بله داشتیم. گفت خیور هم برین، ایتونی به اخی لکم من ابیکم، امو برادر که برادرتان است، برادر چی؟ علاتی گفتیم نه، که از پدر هست از مادر نیست. گفت امو برادر پدریتان او را هم کتان بیارین. الا ترون، آیا شما نمیدانین که اینی او فی الکیل، که ما میتم کامل امو پیمانه را، یعنی برای هر نفر که شما میین یک بار شتر امور یک پیمانه وقت میگفتن، امو کیل از اونها قدر بوده. گفت امیر ما چی میگم برش باز میتم، اینال شما کورا ناوردین، باز از قسمتش میمونه. و انا خیر المنزلین، و ما بهترین مهماندارا هستم. منزل چی میگن؟ مهماندار میگن، یعنی من خوب مهماندار هستم، وقتی که مهمان مشوه باز امی قسم بر شما امی برای کتام تون یک بار دادم، باز بر از او هم میتم. فإن لم تأتونی به، پس اگر شما او را باز برای من نوردین، فلا کیل لکم ولا تقربون، باز به ما دیگه نزدیک نشین. قالوا سنراود عنه، گفتن ان شاء الله ما خواهش میکنیم درباره از او، اباهو، از پدرش، یعنی ما میریم مراودت یا طلب میکنیم از کی؟ از پدرش که کی است؟ یعقوب علیه السلام است. و انا لفاعلون، ما ان شاء الله این کارا میکنیم. و قال لفتیانه جعلوا بضاعتهم فی رحلهم، و قال، و گفت یوسف علیه السلام لفتیانه، به امو جوانایی که در خدمت یوسف علیه السلام بودن، بر از او گفت اجعلوا، بگذارن بضاعتهم، امو پول را که اینا آوردن، یا هر کس می آورد در مقابل پول برشان چی می پیسه می آوردن که یا باز برشان امو چی را میداد؟ گندم میداد. گفتم پیسه را که در مقابل گندم برام آورده، ایره پس برشان بانن فی رحالهم، در بین از امو چیشان، در امو بارشان، در بین امو گندم او را برشان بانن، لعلهم یعرفونها، شاید که اونا او را بشناسند. اذن قلبوا، وقتی که برگشتن الی اهلهم، به امو اعضای خانوادهش، لعلهم یرجعون، شاید که باز اونا وقتی که امی پیسه را هم ببینن بازیا مراجعه کنن، خوب هم جرأت پیدا کنن بگه والا این خوب مردم است، اینا گندم هم داد و پول ما را پس داد، پس یا باز مراجعه کنن، پس به مصر بیاین. فلما رجعوا الی ابیهم، پس وقتی که برادرانش مراجعه کردن پیش پدرشان، قالوا، گفتن یا ابانا، ای پدر ما، منع من الکیل، منع شده از ما اینمی پیمانه یا امی گندمی که برای ما داده می شود. فارسل معنا، پس بفرست به امرای ما، اخانا، برادر ما را، برادر کوچک ما را که خود نبرده بودن، نقتل، که ما بر از او هم پیمانه بگیریم. و انا له لحافظون، یقینا ما بر از او چی هستیم؟ حفظ کننده، یعنی از او محافظت میکنیم، ما از او سرپرستی میکنیم. قال، گفت یعقوب علیه السلام، هل آمنکم، آیا ما سر شما اعتماد و اطمینان بکنم، اعتبار بکنم، علیه، در مورد وی، الا کما امنتکم، مگر امو قسمی که سر شما اعتماد کردم، علی اخیه، به برادرش یوسف، یعنی من قبل و قبل هذه، یعنی شما قبلا هم شما امو چیز مرا شکستاندین، امو آل شما سر شما اعتماد کردن نمیتونم. فالله خیر حافظ، لکن من سر شما اعتماد نمیکنم، سر الله، انسان مسلمان سر الله اعتماد میکنه. میگه الله، پس الله که از خیرون، بهترین، حافظا، حفظ کننده است، و هو ارحم الراحمین، و او از بسیار
رحم کننده بسیار رحم کننده ها، یعنی الله رحمتش از تمام مردم که در رحمتش بلندتر است. ولما فتحوا متاعهم، و هنگامی که باز کردن امو متاع خود را یا امو بار خود را، امو وسایل خود را، وجدوا یافتن بضاعتهم سرمایه خود را، ردت که بازگردیده شده بود، الیهم سوی آنها. قالوا گفتن یا ابانا ای پدر ما نبغو دیگر چی میخوایم، هذه بضاعتنا ردت الینا، این پیسای ما سرمایه ما را هم پس ردت رد کرده شده الینا و سوی ما. و نمیر اهلنا، و ما غله میاریم این دفعه که بخیر رفتیم، غله هم میاریم برای اهلنا، برای خانواده خود. و نحفظ اخانا، و محافظت میکنیم از برادر خود. و نزداد کیل بعیر، باز ما زیاد میشه یک کیل بعیر، یعنی یک پیمانه که سر شتر گذاشته میشه، این یک پیمانه هم زیاد میشه. ذلك کیل یسیر، میگه یک پیمانه بسیار آسان است. قال لن ارسله معکم، یعقوب علیه السلام گفت هرگز برای امرای شما ایره من ارسال یا نمیفرستادم، معکم امرای شما، حتی تؤتونی، تا زمانی که شما بتین برای من موثقا وعده محکم، من الله، که از جانب الله، یعنی به الله سوگند بخورین، لتأتوننی، که شما حتما او را به من میارین، به او، الا ان یحاط بکم، مگر ای که بر شما کدام چیز دیگه شما را احاطه بکنه، یعنی بدون از اراده خودتان کدام چیز شما را درگیر بسازه یا گرفتار بسازه. فلما اتوه موثقهم، پس هنگامی که اینا دادن به یعقوب علیه السلام وعده دادن، موثق چی معنی، یعنی وعده دادن این برادرای یوسف، قال گفت الله علی ما تقول وکیل، قال یعقوب علیه السلام چی گفت؟ گفت الله متعال که از علی ما نقول، با آن چیزی که ما میگیم، وکیلون، نگهبان است. و قال آل بر از اینا یک نصیحت میکنه، یعنی پیغمبرها با وجود از اینکه انسان مسلمان توکل چی را میگه، قلبا به الله توکل بکنی و از اسباب دنیوی استفاده بکنی. اما اگر از اسباب دنیوی استفاده نمیکنی، تنها به نام توکل هیچ کار نمیکنی، با زیر توکل میگن. توکل عبادت است، توکل گناه است. توکل، متوجه هستین؟ از این خاطر توکلی است که قلبا به الله تسلیم باشی، توکل کنی و ظاهرا از اسباب دنیوی استفاده بکنی. آلی برشان یعقوب علیه السلام یکی از اسباب دنیوی را بیان میکنه. توکل خب به الله داشت. و قال یا بنی، و برشان گفت ای پسران من، لا تدخلوا من باب واحد، شما از یک دروازه در مصر داخل نشین، و ادخلوا من ابواب متفرقه، شما از دروازه های مختلف داخل شوین. چرا؟ اگر یک دفعه 11 نفر داخل میشین دیگه ای باز چی میشه؟ توجه اسکرا را جلب میکنه، میگه اوه یک گروپ هستن تو باش یا زیاد چی کنیم. اگر تو دو نفر از اون دروازه، دو نفر از اون دروازه داخل میشین، باز بر شما قدر مشکل نمی باشه. سعی کنین حتی پیغمبرا خذوا حذرکم، در بسیاری جاها شما بسیار باید احتیاط بکنین. بعضی کسایی که احتیاط نمیکنن، هرچی که در دانش آمد گفته میره یک دفعه 2 سال بندیز در سر یک کلمه ناقی، هیچ کارام نکرده. از این خاطر باید بسیار در مسائل زندگی چی باشی؟ محتاط باشی. یعقوب علیه السلام میگه که چی است؟ لا تدخلوا من باب واحد، از یک دروازه داخل نشین، و دخلوا، و داخل شوین در مصر، من ابواب متفرقه، از دروازه های مختلف. و ما اغنی عنکم من الله من شیء، و من با وجودی که پیغمبر هستم، حافظ الله هست، نگهبان الله هست، من نمیتونم چیز بر شما بکنم. این سعی کنین. بعضی کسا باز میگه فلانی شخص میتونه که منطقه را نگاه بکنه، ما با اینی فلانی شخص تسلیم میشیم. حتی ای که پیغمبر الله هست، خوب موحد و یکتا پرست است، هیچ وقت این کار را نمیکنه، صفات الله را به خود نسبت نمیتن. چی میگه؟ و ما اغنی عنکم من الله من شیء، و من نمیتونم که چیزی را که الله بر شما، یعنی از حکم الله من نمیتونم شما را دفع بکنم. ان الحکم الا لله، نیست حکم مگر مخصوص الله. الله حاکم است، الله چیزی را که فیصله میکنه. علیه توکلت، ما خودم که پیغمبر هستم، موحد هستم، یکتا پرست هستم، خودم به کی توکل میکنم؟ به الله توکل میکنم. چرا؟ توکل عبادت قلبی است. و علیه فلیتوکل المتوکلون، پس به الله توکل بکنن انسان هایی که متوکل هستن، یعنی خوب توحید عبادت در بخش توکل باور دارن، عقیده دارن. ولما دخلوا، و هنگامی که داخل شدن، من حیث امرهم، از همون جایی که امر کرده بود ابوهم، پدرشان، یعنی از دروازه‌های مختلف داخل شهر شدن. و ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، میگه هیچ فایده نمیکند. ما کان، هیچ دفعه نمیتونست، عنهم از ایشان، از تقدیر الله، من الله یعنی از تقدیر الله، من شیء هیچ چیز، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر این حاجتی بود که در نفس یعقوب علیه السلام بود که انجام داد. یعقوب علیه السلام عالم اسباب اینا رو یک نصیحت کرده بود. خب تو اونا نصیحت میکنی، عالم اسباب میگیری، لکن با وجود از این قضا و قدر الهی رو چیز تغییر داده نمیتونه. آن چیزی که سر تو آمده نیست میایه.
متوجه هستی؟ لکن تو وظیفه انجام دادی. یعنی این کاری که میگه یعقوب علیه السلام اساس چی کرد؟ و انه لذو علم، یقینا که امی یعقوب علیه السلام صاحب علم بود. علمناه، با آنچه که ما او را تعلیم دادیم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم نمیفهمند. ولما دخلوا علی یوسف، وقتی که داخل شدن بر یوسف علیه السلام، آوا الیه اخاه، آل یوسف علیه السلام امو برادر کوچک خود معوا داد، جای داد، این خواست در قصر خود. قال انی انا اخوک، برش گفت که ما که هستم برادرت هستم، یوسف هستم. فلا تبتئس، پس اندوهگین مباش، بما کانوا یعملون، به آن چیزی که اینا عمل میکردن. فلما جهزهم، پس وقتی که اینا را مجهز ساخت، بجهازهم، با امو سامانه هایشان، آل به برادر خود گفت که ما میخوایم که تو در داخل قصر همراه ما باشی، ما بر تو یک راگک جور میکنم. یک را چی جور میکنم؟ امی ظرفکی که در پیش ما هست، اینه در بار تو میمانم، باز میم تو را از پیش از یا میگیرم که تو پیش ما باشی. خب بیادرش از تقریبا چندین سال نیده، پشتش دق شده، حالا برش یک راه جور میکنه. اگر یارو باید که همین برادرتان پیش ما باشین، یا بازیش قبول نمیکنه، میگه نه ما نمیمانیم و پدر ما اعتراض بسیار بانه میکنه. آل یوسف علیه السلام برشان یک راهی را جور میکنه. فلما جهزهم، پس وقتی که اینا را مجهز ساخت، به جهاز، با همون سامانه و وسایلشان، یا همون چیزهایی که برشان داده بود، گندم میگه، جعل السقایه، بازگذاشت همون جامه که خدا فی رحل اخیه، در عمو باری که مربوط برادرش میشدن، برادر کوچکش. ثم اذن مؤذن، با صدا کرد یک صدا کننده، ایتها العیر، ای کاروان، انکم لسارقون، شما مردم دزد سارق هستین. قالوا، باز اونا گفتن، و اقبلوا علیهم، دوی خدا دور دادن، صدا کردن، ماذا تفقدون، چی را گم کردین؟ قالوا نفقد، گفتن ما از گم کردیم چی را؟ سواع الملک، امو یک پیمانه، یک ظرفی که در او پیمانه میشه، امی چیزا که این مربوط پادشاه میشه. ولی من جاء به، و هر کسی که امو پیمانه را بیاره، باز ما برش تحفه میتیم چی را؟ حمل بعیر، یک بار از این شطور برش توفه میتیم اگر امی ظرف کس پیدا کنه. و انا بی زعیم، و امی نفر که بود که صدا میکرد گفت من ضامن از اینمی هستم که اگر امو ظرف پیدا کنین، باز ما بر شما یک بار دگام اضافی چی میتیم؟ از امی گندم میتیم. قالوا تالله، گفتن قسم به الله هست که لقد علمتم، شما دانستین، ما جئنا، ما نامدیم در اینجا، لنفسد فی الارض، تا فساد بکنیم، دوزی بکنیم، و ما كنا سارقین، و ما سارق نیستیم. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، گفت پس جزایش چی است اگر شما دروغگوی باشین؟ قالوا جزاؤه، گفتن جزایش همی است که من وجد فی رحله، هر کسی که در بارش یافت شد اینمی چیز، فهو جزاؤه، اونمو جزایش است که باز اونمو پیش شما بانه. کذالک نجزی الظالمین، اینمی قسم گفت ما در منطقه خودمون تو داریم که هر کسی که دوزی کرد باز اونمو به غلام مبدل میشه. کذالک همچنین نجزی، ما جزا میتیم الظالمین، ظالمان را. فبدأ باوعیتهم، امی چیزا شروع کردن، امی پاسبانا شروع کردن به اوعیتهم، با امو بارهای از اونا، قبل وعاء اخیه، پیش از بار برادرش. ثم استخرجها، بازی را بیرون کردن، من وعاء اخیه، از امو چیز، از امو باری که از این برادر کوچک یوسف علیه السلام بود. کذالک، الله متعال میگه این چنین که نا برنامه ریزی کردیم لیوسف، برای یوسف علیه السلام، ما کان لیأخذ اخاه، میگه این نبود که اسیر بگیرم و برادر خدا، فی دین الملک، در تطبیق دین، اینجا به معنای قانون است. این دین الملک یعنی قانون پادشاه. الا ان یشاء الله، مگر ای که چی کنه؟ الله خواسته باشه. حال بعضی کسایی میگن که دین با سیاست ارتباط نداره، دین خودش قانون است. وقتی که اینجا میگه دین ملک یعنی قانون ملک، دین اسلام یعنی قانون اسلام، شریعت الله هست. از این خاطر خود سیاست چیست؟ تطبیق قانون است، تطبیق شریعت است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله کان بنو اسرائیل یسوسهم الانبیا، در رأس سیاست بنی اسرائیل کی قرار داشت؟ انبیا قرار داشتن. همیشه پیغمبرها در مقابل حاکم جابر قرار می داشته باشه تا که شریعت الله با محو از او تطبیق شود. الا ان یشاء الله، مگر که الله بخواد، نرفع درجات من نشاء، الله متعال میگه ما بلند میکنیم درجه های هر کس را که خواسته باشیم. و فوق کل ذی علم علیم، و بالای هر عالم عالم دیگه هست. یعنی یک عالم باید به علم خود چی نباشه؟ هیچ وقت مغرور نشه. ولو که انسان 100 کتاب هم خوانده باشه، یک عالم دیگه پیدا میشه که 120 کتاب خوانده. تو که 120 تا بخونی، یکی دیگه است که 200 کتاب خوانده. پس انسان همیشه باید بگه که ما عاجز هستم. و مثلا حتی گفته که انه کان ظلوما جهولا، انسان کس چی است؟ ظالم جاهل است. ما کل جاهل هستیم، نمیفهمیم. اما قدر میفهمیم که الله بر ما توفیق داده. اما علمای بزرگ دیگه، دانشمندای بزرگ دیگه هست. الله متعال میگه بالای هر عالم عالم دیگه بزرگتری هست. و الله متعال باز عالم غیب و آشکارا هست. باز هیچ کسی مشابه به علم الله نیست. الله عالم الغیب آشکار. ما و شما خیلی ما به چیزای کم کمی که خود ما میفهمیم.
قالو گفتن این یسرق، اگر این سرقت کرده می فقط سرق اخ له من قبل. آل بیادرش میگه یک بیادر دیگه هم داشت، بیادر سکی ازی، و هم یک وقت سرقت کرده بود، سر یوسف علیه السلام تهمت کرد. فاصرها یوسف فی نفسه، میگه یوسف علیه السلام اصرها یعنی ایره من حیث یک سری، یک چیز پوشیده پنهان در دل خود نگاه کرد. یوسف علیه السلام فی نفسی، در دل خود یا در نفس خود نگاه کرد. ولم یبدیها لهم، برشان نگفت که شما او سر از بیادرش تهمت کرده بودین، آل سرازی آمدین تهمت میکنین، شما مردم خراب هستین. قال انتم شر مکانا، خود یوسف علیه السلام در دل خود گپ میزنه که خودتان بسیار مردمای زشت هستین، چی کارایی نکردین، مرا در چاه انداختین، در سی قتل من، لکن نگفتشون. این فقط چی کرد؟ در دل خود گفت والله اعلم بما تصفون، و الله بسیار عالم است با آنچه که شما توصیف میکنین. خب یا ای که مثلا او گپ سابقه را در دل خود نگاه کرد و این گپ شاید گفته باشه برشان که انتم شر مکانا، شما بدترین مردم هستین، خودتان خراب مردم هستین، والله عالم است با آنچه که شما میگین. قالوا یا ایها العزیز، آل یا عذر شروع میکنن، برش گفتن که یا ایها العزیز، ای عزیز مصر. آل وقت است که یوسف علیه السلام دیگه عزیز مصر است. عزیز مصر یعنی در مقام صدارت و بسیار عالی قرار دارد. برش گفتن که این شخصیت بزرگوار مصر، ان له یقینا، که بر از او ابا شیخا، یک پدر داره که شیخا کبیرا، یعنی شیخ کبیر است، یعنی چی است؟ شیخ بسیار، ما و شما شیخ الفانی که میگن، یعنی بسیار سرسفید شده، بسیار ریش سفید است. فخذ احدنا مکانه، پس یکی از ما را در جای از او بگی، همین خورترک از خورد برادر ماست، ما را خیر است، ما کلان هستیم، یکی از ما را به عوض از او بگی. انا نراک من المحسنین، ما تو را میبینیم از جمله نیکوکاران. قال معاذ الله، یوسف علیه السلام گفت که اعوذ بالله، ما به الله پناه میبرم، ان ناخذ الا من وجدنا، این که بگیرم الا من، کسی را که ما بگیریم، من وجدنا، کسی را که وجدنا متاعنا، یافتیم امو سامان خدا، عنده به نزد، ان اذا لظالمون، باز اگر ما این قسم بکنیم که عوض یک کس دیگر را جزا بدیم، باز ما در جمله ظالمان میشیم. فلم استیئسوا، پس هنگامی که برادرای یوسف علیه السلام چی شدن؟ ناامید شدن. منه، از او، خلص و نجیات، تنها شدن برای مناجات، برای مشوره. نجی اینجا چی معنی؟ یعنی بین خود چی میکردن؟ مشوره میکردن. قال کبیرهم، گفت بزرگشان، الم تعلموا، آیا نمیدانید ان اباکم، که یقینا که پدرتان، قد اخذ علیکم موثقا، گرفته از شما چی؟ وعده محکم، من الله، از جانب الله، و من قبل ما فرطتم فی یوسف، و قبلا هم شما افراط زیاده روی کرده بودین در حق یوسف علیه السلام. فلن ابرح الارض، بیادر کلانشان گفت ما دیگه هیچ حرکت نمیکنم از این جای، حتی یأذن لی ابی، تا وقتی که پدر ما برام اجازه بده، او یحکم الله لی، یا حکم کند الله در مورد ما. یعنی گفت من میشرمم که حالا برم باز پیش پدرم و امو قسم گپای را بگم، و هو خیر الحاکمین، و الله بهترین حکم کننده ها هست. ارجعوا الی ابیکم، شما برین پیش پدرتان، فقولوا، برش بگین یا ابانا، ای پدر ما، ان ابنک سرق، امو پسرک تو سرقت کرد، و ما شهدنا الا بما علمنا، و ما شهادت نمیتیم مگر آنچه را که علمنا دانستیم، و ما كنا للغیب حافظین، و ما بر غیب حفظ کننده نیستیم، ما غیب نمیفهمیم دیگه. واسال القريه التي، اگر سر ما اعتبار نداری پس سوال بکو از اهل قريه التي، و کسانی که کنا فیها، یعنی خودت میتونی برو از مردمایی که در اونجا بودن از مصر، از اونها سوال بکنی، و یا هم والعیر، و یا از مردمای کاروانی که التي اقبلنا فیها، که در اون ما آمدیم. این اگر سر گپ ما اعتبار نداری، خی خودت برو یا از کاروانیا پرسان که یا از مردمای مصر که اونها را گرفتن. و انا لصادقون، باز در اون صورت خودت باز باور میکنی که ما رازگو هستیم. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، باز یعقوب علیه السلام گفت که این ساخته است برای شما نفستان امی کار را، فصبر جمیل. باز هم یعقوب علیه السلام میگه صبر جمیل. قرآن دو دفعه تکرار کرد، یک دفعه در وقت یوسف علیه السلام، یک دفعه حال گفت که صبر جمیل. عالم سریالای دروغی که از باز یعقوب علیه السلام تو نشان میده که هیچ صبر نداره. میبینین کلش مخالف قرآن است. این سریال بسیار عقیده از اینا را خراب میسازه. آل قرآن میگه که یعقوب علیه السلام پیغمبر معصوم است، بسیار صبر داشت. صبر هم صبر چی؟ جمیل، صبر بسیار خوب. عسى الله، امید است که الله متعال ان یاتینی بهم جمیعا، که الله متعال تمام فرزندان مرا پیش ما بیاره. یعنی آل یعقوب علیه السلام از بارگاه الله ناامید نمیشه. شما میفهمین یکی خوف است، یکی رجا. خوف ترس است و رجا امید است. انسان مسلمان قلبش باید بین چی باشه؟ دو عبادت قلبی. ما و شما عبادت های قلبی داریم. از عبادت های قلبی دو عبادت قلبی، یکیش خوف است و یکی رجا. دو موضوع اعتقادی بسیار مهم. دو موضوع اعتقادی مهم چی است که یکی از علمای اسلام میگه قلب انسان مسلمان یا خود انسان مسلمان مثل یک پرنده می باشه. میگه تو مثل پرنده واره باش که سرش محبت است، یک بالش خوف است، یک بالش امید است. این گپ یادداشت بگیرید، بسیار گپ مهم و خوب است.
اگه سوال امتحان آوردم که مسلمان مشابه کدام پرنده می باشه، با شما می مثل پرنده است که سرش چی می باشه؟ سرش محبت است، یک بالش خوف است، یک بال دیگهش رجا است. سرش چطور محبت است؟ یعنی که عبادت الله را میکنی با محبت الله عبادت بکنی. باید در عبادت الله 3 چیز داشته باشی. با اساسی که ما الله را دوست داریم، محبت داریم، الله را عبادت میکنیم، از عدالت الهی میترسیم، خوف است، و به رحمت الله امیدوار هستیم. بعضی اوقات شیطان چی میکنه؟ خوف اینقدر زیاد میبره که رجا به هیچ نمی باشه. بعضی کسا خوفشان زیاد میشه. باید انسان متوسط امی قسم باشه. خوف رجا 50% خوف 50% امید. از عدالت الهی میترسیم، به رحمت الله امیدوار هستیم. بعضی اوقات شیطان میبره تو میگه رجا پایین، خوف بالا میبره 100%. باز یگان تا می پیش ما میگه والله استاد ما یک گناه کردیم، ما دوزخیستم، ما دیگه هیچ راه توبه ندارم، هلاک هستم. یکی از محصلین هم آمد پیش من گفت استاد من دیگه تباه شدم، یک گناه از پیش من شدم. من گفتم بیشک تو خود دوزخ ان شاء الله میری، دیگه من شک ندارم، منتها نه به اساس گناهی، به خاطر که شیطان خوف تو را زیاد ساخته، از رحمت الله تو را ناامید ساخته. تو خود از رحمت الله ناامید کردی. اگر در دوزخ به خاطر گناهیت هم نری، به خاطر از اینکه قلبت قلب شیطانی ساخته، از رحمت الله شیطان ناامید است. تو خود مؤمن هستی. بعضی اوقات اینطور میشه. بعضی کسای دیگه است که باز شیطان خوف و بخیت صفر میسازه، امید بسیار میسازه 100%. باز میگه استاد ما چرا نماز بخونیم؟ الله لک بخش نیست؟ ما 5 لک بخش است، یک 10 لک بخش است، لکن با 100,000 گرفتان هم داره. ان بطش ربک لشدید. باز از اوشان بترس. فهمیدی یعنی؟ این کار شیطان چیست که گاهی خوف بالا میبره، رجا را صفر میسازه، گاهی رجا را بالا میبره، خوف چی میسازه؟ صفر میسازه. علامه ابن قیم رحمه الله میگه نه، انسان مسلمان باید چی باشه؟ سرش پرنده، محبت الله را داری. بعضی کسا باز محبت الله از دستش میره، باز میگه والله ما الله را از ترس عبادت میکنم. نه این عبادت هم قبول میشه. ما الله را عبادت میکنیم، به الله محبت داریم، از عدالت الهی میترسیم که اگر گناه کردیم الله در محکمه خود ما را استاد میکنه چرا این گناه را کردی، و اگر بگیریم ما بسیار ذلیل میشیم. از این خاطر میگیم یا الله ما را ببخش، یا الله سوی خاتمه ما را نگاه کن. بعضی کساست که خوب دیندار هست 10 سال پیش که سال میکردی این مردکت آسمان ششم چکر میزد، آل خوب پخته کافر است. در افغانستانی که پا زیاد تکرار میشه. 10 سال پیش یک نفر خوب دیندار بود، حالا که سال میکنه خوب بیدین است، مرتد است، بیخی از دین برآمده، خوشحال هم است. این حال انسان مسلمان باید قلبش در خوف باشه. یا الله ایمان مرا حفظ کن. رسول الله صلی یا مقلب القلوب، تو که قلب های باش میگی ثبت قلبی علی طاعتک، قلب مرا به طاعتت، به عبادتت، به وحدانیتت، به حکمت. متوجه هستی؟ پس قلب مسلمان باید بین چی باشه؟ خوف و رجا. و همیشه اگر هر قدر گناه کردیم باز هم از رحمت الله ناامید نیستیم. چرا در قرآن اول میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ یعنی الله میگه که ای گناهگار بدبختی که بسیار گناه کردی، شروع کو به نام او ذاتی که چی است؟ الله هست، رحمان است، رحیم است، رحمتش هم در انتظار تو هست. پس هیچ وقت از رحمت الله ناامید نباش. فهمیدین؟ قال گفت بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. پس صبر بسیار خوب است. یعنی یعقوب علیه السلام بسیار صبر داشت. این فیلم‌ها که میگه یا دروغ میگن، افترا میکنن سر پیغمبر الله و رسول الله صلی الله علیه و میگه در شأن خود میگه من کذب علی متعمدا، هر کسی که سرما به دروغ یک گپ تهمت بکنه فلیتبوأ مقعده من النار، این جایگاه خود در آتش دوزخ بسازه. از این خاطر تا وقتی که حدیث صحیح اعتبار ندارن که حدیث صحیح هست، قصه هایی که صحیح هست در قرآن و سنت ثابت سر پیغمبرات تهمت نکنین. اینمی قسم که پیغمبر ما کسرش دروغ تهمت بکنه، تهمت به وحی است، تهمت به غیب است. در قسمت دیگه پیغمبرها هم انسان باید بسیار محتاط باشه. و یعقوب علیه السلام اینی دفعه دوم است که قرآن عظیم شان میگه که یعقوب علیه السلام میگه فصبر جمیل، صبر بسیار جمیل و زیبا و خوب است. عسى الله، امید است که الله متعال ان یاتینی بهم جمیعا، که کل از اینا را بر من پس فرزندان ما بگردانه. یعنی امید دارم که الله متعال تمام فرزندان مرا کلشان پس بر من برگردانه. انه هو العلیم الحکیم، یقینا که الله متعال بسیار عالم است، با حکمت است. یعنی وقتی که دو صفت الله یک جای میشه، یک موضوع اعتقادی جدیدی باید عقیده داشته باشی. ما عقیده داریم که الله بسیار عالم است،
صحیح نه؟ یقین ماست. یقین داریم که حکیم هم است، الله متعال دو. حالی که اردو صفت الله یک جای جمع میکنه، یک موضوع جدید در ذهن مسلمان از نگاه قرآن باید پیدا شه. و چی است؟ که بعضی اوقات مثلا شما یک شخص هم میبینید بسیار عالم است. انسان ها رو اول سعی کنید خب انسان ها رو بشناسید. باز یک انسان از بسیار چی است؟ عالم است، لکن حکمت هیچ نداره، بسیار تند است، بد اخلاق است، زشت است. میگه بسیار فلانی خوب عالم است، خب بسیار بد اخلاق است، حکمت نداره، تبلیغ هم که میکنه و بسیار تندی و زشتی میکنه. بعضی کسای دیگه است که خوب حکمت داره، نرم است، خوب چی است، لکن عالم نیست. انسان همین قسم هستن، علم داره حکمت نداره، حکمت داره علم نداره. الله متعال که ذات ذوالجلال است، در عین حال که بسیار عالم الغیب و شهاده هست، بسیار حکیم هم است. یعنی تمام امور با بسیار علم و حکمت پیش میبره. یعقوب علیه السلام چی میگه؟ انه یقین داشته باشین که الله متعال هو العلیم الحکیم، او ذات بسیار عالم است و بسیار با حکمت است. و تولی عنهم، و رو گشتاندن از وی. و قال یا اسفا، و گفت ای افسوس علی یوسف، بر یوسف علیه السلام که کجا باشه یوسف. و بیضت عیناه، یعنی امی انسان مسلمان که است امو حزن خدا که میتونیم ما و شما ظاهر بکنیم. چیغ زدن حرام است، جزا و فضا کردن حرام است، اما اگر تنها گریه میکنی اشک از چشمایت جاری میشه، این جایز است. فهمیدی یعنی؟ مثل که پسرک رسول الله صلی الله علیه و وقتی که وفات کرد ابراهیم، باز رسول الله صلی الله علیه و گریه میکرد. دیگه گفت یا رسول الله تو هم؟ گفت بله من هم گریه، انسان هستم، با فراق پسرم جگرخون هست. بنابراین جگرخونی که جایز است یکیست که از چشمایت اشک بر، اما اگر یخنت پاره کردی، رویت پوست کردی، مویایت کندی، صحیح نه؟ مثل بعضی خواهرای ما که صحیح عقیده رو نمیفهمن، دین رو نمیفهمن، بازی ها چی میکنن؟ لطم الخدود. رسول الله نیست از جمله ما کس که روی خود زده میره و شق الجیوب میکنه، یخن خود پاره میکنه و میزنه و موی خود میکنه و یاره میکنه، در جگرخونی این حرام ناروا هست. فهمیدی؟ این از عادات جاهلیت است. عادت اسلامی چی است؟ که تنها چشمایت چی شوه؟ اشک بریزه. و یعقوب علیه السلام از اینکه که زیاد در فراق یعقوب علیه السلام تنها اشک ریختنده بود، حتی چشمش پرده سفیدی آمده بود. همین قرآن عظیمشان بر ما و شما میگه. و تولی عنهم، و رو گردانید یعقوب علیه السلام از امی فرزنداش. و قال گفت یا اسفا، افسوس باشه، علی یوسف، بر یوسف علیه السلام. و بیضت، و سفید شد، عیناه، چشمای یعقوب علیه السلام، من الحزن، از غم. فهو کظیم، و بسیار او دلگیر بود، یعنی دلش بسیار به حالت اولادهایش جگرخون بود. قالوا تالله، ای فرزنداش برای گفتن قسم به الله است، تفتأ تذکر یوسف، تو همیشه یاد میکنی یوسف علیه السلام، یعنی تو همیشه چی میکنی؟ یاد میکنی یوسف علیه السلام، حتی تکون حردا، تا زمانی که شوی مریض، او تکون من الهالکین، تا شوی یعنی از بین بری. اینقدر تو یاد میکنی ایره که امی غم از اینا شاید تو را مریض بسازه یا تو را چی که بسازه؟ نابود بسازه. قال گفت یعقوب علیه السلام انما اشکو، من شکایت به شما نمیکنم، به مردم نمیکنم، به مخلوقات نمیکنم. انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من شکایت میکنم بثی، غم سخت خدا، و حزنی و جگرخونی خدا. به کی شکایت میکنم؟ الی الله، به سوی الله شکایت میکنم. و اعلم من الله ما لا تعلمون، و ما بسیار میدانم در مورد قدرت الله، در مورد عظمت الله، ما لا تعلمون، آنچه که شما نمیدانید. یا بنی، ای فرزندان من، اذهبوا، بروید، فتحسسوا، پس شما خوب از حستان استفاده کنین، خوب تحقیق کنین، تفحص بکنین، من یوسف، در مورد یوسف علیه السلام و اخیه و برادرش. ولا تیأسوا من روح الله، و هیچ وقت ناامید نشین از رحمت الله. انه یقین داشته باشین که لا ییأس، ناامید نمی شود، من روح الله، از رحمت الله، الا القوم الكافرون. اینه کی از رحمت الله ناامید میشه؟ کافر. مسلمان هیچ وقت باید از رحمت الله ولو که گناهات هم کرده باشه، الله رحمان و رحیم است، از این باید ناامید بشه. فلما دخلوا علیه، پس هنگامی که داخل شدن بالا، و قالوا یا ایها العزیز، گفتن ای عزیز، مسنا و اهلنا ضر، به ما رسیده و بر خانواده ما بسیار الضر و سختی، و جئنا ببضاعة مزجاة، و ما که همین مال رم سرمایه را که آوردیم که در مقابل از بر ما گندم بدین، و هم بسیار مزجا، یعنی
بسیار اندک است. فاوف لنا الکیل، پس بر ما کامل بتی امو پیمانه را. و تصدق علینا، و بالای ما خیرات بکو، صدقه بکو. ان الله یجزی المتصدقین. الله او وقت یوسف علیه السلام در خانه جای نمیدادن، آل پیش یوسف علیه السلام به چی جا آماده شدن؟ به گدایی. نه حسادت اینی بدیره داره. وقتی که حسادت کردی یک دفعه غضب الله سرت آمد ترد کنه که باز بیخی. او وقت یوسف علیه السلام نمیماندن در خانه، سیز نه کت پدر خود آمدن گفتن که بر ما گدایی میکنه. اینه به گدایی آمدن. ان الله یجزی المتصدقین، الله متعال پاداش میده کسایی که صدقه میدن. قال هل علمتم، آل یوسف علیه السلام برشان میگه آیا شما میدونید ما فعلتم به یوسف، شما چیزی کردین به یوسف و اخیه و برادرش؟ میفهمید که شما چی جنایتایی را در مورد یوسف علیه السلام کردین و در مورد برادرش کردین؟ اذ انتم جاهلون، وقتی که شما جاهل و نادان بودین. قالوا گفتن اوه این شخص کلان، مصر چه کشور بزرگ است، باز کسی که دیگه به حساب عزیز مصر باشه دیدن که اوه عزیز مصر. گفتن انک لانت یوسف، گفتن آیا تو یوسف هستی؟ قال، گفت یوسف علیه السلام انا یوسف، من یوسف هستم، و هذا اخی، اینی هم که از برادرم است. قد من الله علینا، الله متعال منت گذاشته هست بالای ما. منان الله هست، از این خاطر منت گذار الله دوست نداره. انسان منت گذاره که یک نفر مثلا برای کس یک چیز میده باز برای اون منت میگذاره که برات ایدادم. در آیت قرآن میگه که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. انسان باید منت گذاری نکنه. منان که از منت گذاری که میکنه این صفتی از صفات الله متعال است. پس آل یعقوب یوسف علیه السلام برشان این صفت الله را میگه که این کارهایی که ما کردیم شما خو مرا حتی خوش نبودین که دمو خانه دمو قریه که غریبانه که هیچ چیز نبود، نه تمدن بود، نه مثلا پادشاهی بود، نه چیز بود، یک خانگاه که غریبانه داشتیم، در اونجا شما خوش نبودین که ما باشم. الله متعال یک منت بزرگ برای ما گذاشت که مرا حتی به این مقام رساند. قد من الله علینا، این کار من نیست. همیشه انسان‌های پاک مثل پیغمبران این همیشه هر نیکی را از جانب الله میدانند. پس برش میگه قد من الله علینا، یقینا که الله منت گذاشته بالای ما. انه، آل برشان یک درس میده اعتقادی و درس تقوا. انه یقین داشته باشین، من یتقی، هر کسی که تقوا حاصل بکنه و یصبر و صبر بکنن. سعی کنین انسان باید دو صفت خوب داشته باشه، یکی تقوا داشته باشی، یکی در سختی ها باید چی داشته باشی؟ صبر داشته باشی. اگه تقوا هم داشته باشی سرت یکم که فشار آمد صبر نداشتی باز میری تسلیم میشی به کافر، تسلیم میشی به مشرک، تسلیم میشی برای بیدین. از این خاطر یوسف علیه السلام درس قوی میده برای انسان ها و برش میگه که انه ای بسیار یک درس بزرگ است. یقین داشته باشین، من هر کسی که یتقی تقوا داشته باشه، از الله بترسه، مطابق شریعت الله، مطابق قرآن و سنت زندگی بکنه و یصبر و صبر بکنه در قسمت مصیبت هایی که بر متقیان میاد. متقی همیشه امتحان میشن. فان الله، پس یقین داشته باشین که الله متعال لا یضیع، ضایع نمیکنه، اجر المحسن، پاداش نیکوکاران را. قالوا، آل دیگه یا اعتراف میکنن به جرم خود، میگن قالوا، میگوین تالله، قسم است به الله، لقد آثرك الله علینا، که الله متعال تو را برگزید، برتریت داد. دیداد الله متعال تو را برتریت داد علینا بر ما. و ان كنا لخاطئین، اگرچه ما چی بودیم؟ بسیار خطاکار بودیم. آل یک درس خوب میده برای انسانهای متقی، کسایی که پیغمبر الله هستند، کسایی که پیروای پیغمبر هستند، امت پیغمبرها هستند، دیندار هستند، دعوتگر واقعی هستند. ولو که یک نفر در موردش بسیار بدیها کرده باشه، وقتی که پس آمد هم جرم خود گفت که والا ما اشتباه کردیم، این میبخشیشه. یک روز ما در راه روان بود، یک نفر آمد، یک جوان مرا میگه السلام علیکم، خوب هستین استاد؟ اگه من سلام علیکی کنم هیچ باز کت ما گپ نمیزنی. چرا؟ گفت والا دمی غیاب طریق داو زدی، مقبت گفتی، غیبت کرد. گفتم بیاد این بغلم خوبم تو صفا ستره. چرا؟ من گفتم خیر است. یوسف علیه السلام برای ما یک درس بسیار خوب داده بود. الله وقتی که قصای موحدین میکنه که شما از این درس بگیرید. اهل یوسف علیه السلام وقتی که برادرش حتی میخواستن بکشنش، چه انداختنش، چقدر بدی نکرد. اهل چی میگه یوسف علیه السلام؟ قال، گفت یوسف علیه السلام لا تثریب علیکم اليوم، هیچ چیز بالای شما نیست. ما شما در اول گفتیم که قصه یوسف علیه السلام با قصه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار چی داره؟ مشابهت دارن. اما ظلمی که برادرای یوسف علیه السلام در مورد یوسف علیه السلام کردن، عین ظلم قریشی ها به کی کردن؟ با رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن. وقتی که برادرای یوسف علیه السلام آمدن، یوسف علیه السلام چی گفت برشان؟ لا تثریب علیکم اليوم، بالای شما امروز هیچ
جرم نیست، الزام نیست. یغفر الله لكم، الله ببخشد شما را. و هو ارحم الراحمین، الله بسیار ارحم الراحمین است، یعنی مهربان است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم مکه چی گفت در روز فتح مکه؟ گفت اذهبوا فانتم الطلقاء، برید شما آزاد هست. اگر پیغمبر صلی الله علیه و خانهش چور کردن، از خانهش کشیدن، حتی دختر رسول الله صلی الله علیه و وقتی که دست اجرت میکرد طفل از او را انداختن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانهش بسیار اذیت کردن، اصحابش بسیار اذیت کردن، سمیه را به شهادت رساندن، یاسر را به شهادت رساندن، دیگه صحابه را تا که تانستن لط کردن، بلال رضی الله عنه چقدر. لکن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و قدرت پیدا کرد، وقتی که حتی امی کلان ازیا که ابو سفیان بود پیش رسول الله صلی الله علیه و آمد، میگه رسول این دیگه منتظر از این بود که حالا مرا چیک پای رسول الله صلی سکو. انسان مسلمان چقدر زبانش عفیف می باشه، پاک می باشه، بدی نمیگه. متوجه هستین؟ همین میگه ابو سفیان که در مقابل از ایستاد شد، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله برش گفت که چی گفت برش نمی وقت؟ سیرت چقدر مهم است. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم همین 20 سال ابو سفیان که از جنگ کرده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم به حساب خانه‌ایشان در رهبریت قرار داشت، خانه‌ایشان چور کرده بود، زندگیشان، مالشان، کلشان. حالا که رسول الله صلی الله علیه و اول آمد دعوت به توحید شروع کرد که کلانترین دشمنش برش گفت که بر ابو سفیان گفت که اما آن لک ان تشهد لا اله الا الله. ابو سفیان وقت از این نیستی بگی که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شد و شریعتش تطبیق شد بغیر از الله. ابو سفیان گفت والله اگه این بتای ما 360 بود کمال می داشت. هم یکیش کدام کمک میکرد، کلش مرغا ورم اونجا، مرغای کلبوریده ورم اونجا، مرغا کویزان هستم بتای از آن میخواستم کشال اونجا هیچ چیز نمیشه. گفت هیچ چیزی ها کده نتونست. چه کلمه شهادت. یوسف علیه السلام هم قصهش با قصه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار نزدیک.